یعنی اگر در روحیه در یک روحانی باشی روحیه منطقه اگر روی کنی بسیار چیزا با میفهم. در چی خبر شدم؟ در کدام گپ خبر شدم؟ سپید مرکز در همون رگ گردشی با روحیه هست. روح نگشتگی رگ است. در رگ خونگرد رگ پیشش همه 34 تا رگ هست که در اون روح میگردن، روح ما میگردن. اون روح خداوند قدر صحبت میکنه. انا همون چیز قلب وابستگی داره، برای که از همه کلانتر رگ کلانتر وای رگ کلانتر در دل هست. همون روح رگش هم همون با نگاه کرده کلانتر است. برای همون دلم میگه اصل چخیل حسیات دارد دل، حسیات این به وابسته، این حسیاتش این به وابسته. مثلا دل قلبم رحمت میگه، عقل کار نکرده بود. یک چیز به رحم دلی میکنه، یک دوستت به رحم دلی میکنه، یا یک انسانیات رو یا یک کار رو به رحم دلی میکنه. این کار دل است، قلب است. همه وقت انسانیت همون حلال پر جنتی است که همون انسان که همه وقت با رحم است، رحم دل است، رحم دل میگن که خیش تبارکتی جگر و شنویدگی باشیم یک خیش تبارک بزرد یک جگرم بزرد یکی گیریه کند و جگرم گفته گیره میکنه یکی وای دلم گفته گیره نمیکنه یکی وای سرم یکی یکون چیزم گفته گیره نمیکنه اینا جگرم گفته گیره میکنه برای که اینا معناش نقد گوش کنیم نه بچه. برای همون قوم و قرنداش قوم و ذات و زیرات قطعی با مهر شدن همه قطعی مهر با شده اگه انسان البته باید میشه این دنیا در توقعی فرموله توقعی اجرا میکنه خیلی ایخیر داد میزنه گب میزنه اخبارات میکنه لیکن مهر باید باشه نبوده. اگر من شما خاطر کار میکنم داد میزنم جنگ میکنم یا که حقارت میکنم یا ایخر میشه لیکن دلم در مهرم هست برای همون شما اثبات شده میتونید. اگر همون مهر نشود شما هیچ شده نمیتونید. یگان نمود علم گرفته نمیتونید. همین اما جگر شکم مادر در بودن در جگر چی گفتیم؟ کار فیلتر کار میکنه اجرا میکنه کار فیلتر اجرا میکنه یعنی از همه چی انا همون جگر خونه گذارنده با تنه ما میتیاده در شکم مادر بودن در از مادر خون میگذاره در یک وقت تمام وقت نه یک مهلت هست که از جگر مادر میگذاره خون با تفلک یک محیط است یک محیط او جگر ندارد و هیچی ندارد تا اعضا همون مهلت عیناً همون میکرو الیمنت هایی که او تفلک آدم رنگ شدن و پیدا شدن از همون جگر مادر میگذاره از جگر مادر میگذاره فهمیدین؟ تا درجه انسانیت چقدر علمدار بوده این دفعه برای همون وای جگرم میگه وای دلم یا که وای سرم گیره نمیکنه جگری من میگه این خیش تبارش برای که خونه نزدیک بوده یک تا مادر گذاشتگی خون وای خون همون خون همون وقت در یک وقت مادر از جگر
از جگر برآمدگی خون میکروالمنت ها تیفلک به میگذاره تا پیدا شدن جگر در او تیفلک. یعنی من نفهمیدی نه؟ الله گپ باشه بازی درباره خودشناسی گپا بسیار و حرکت کرده شدم که شما فهمید درجه شما فهمید همین برای که من خودم تاجیک باشم من ازبک زبان هستم سالک برای من دشوار است تاجیکی گپ زدن خودم تاجیک بود لیکن پدرم در خون پدرم ازبک نبوده لیکن من در ازبکی خواندگی مادرم ازبک خیلی فرق هست نه تاجیک و ازبک از حیات تاجیک و ازبک ریشه بسته شده است که ریشه بسته شده که یک عادت یک در کره زمین یگان ملت نیست که زبان دیگه رفتار و خلق و اطوار و مرکه یک خیل شده که بچه این خیل ملت نیست این خیل نردی ملت در کره زمین نیست تاجیک ازبکستان خودش اگر خطا نکنم اینیم زایدش تاجیک است تاجیکستان اگر خطا نکنم قریب نیمش ازبک است همه خیلی نزدیک ریشه بسته شده دیگه اینا اگر کی جدا کردن خواهد اینا کی ملت پرستی کردن خواهد دعا رفتگی باشه احتیاط باشه درباره دعا منطقاً حاضر زمانوی علمی نظریه علمی من شما بفهمانده میتونم دستگاه دیگر دعا چی گفته گپ فهمیدین؟ من درد مثال دردمند آدم میبیاده پیش طبیب روحانی به میبیاده طبیب روحانی او را چه خیلی درد باشد که دکتر طبابت کردن نتوانید او را عقلا موازنت به میماند عقلا ترازو به میماند همه خیلی خاطر جمع میکند که همه خیلی عقلا ترازو به میماند روز بر روز همه شفا یافته میتونه میفهمه؟ دعا بودتگی چیزم با هست که درباره این من علمی نظر خطی دفعه دیگر من فهمانده میتونم شما برای همون هیچ وقت ملت پرستی نکنه همون دعا رفتگی که ازبک تاجیک کی جدا کنه همون قوم بلا و گرفتار میشه بودتگی دعا رفتگی از اولیای ما دعا رفتگی برای که اولیای ما حالی هیچ کم نمیدونه و فارسی زبان است یا ازبک زبان است این بفرازات ها میگوید که ازبک بودگی میگوید یک بفرازات ها این تاجیک بودگی میگوید لیکن اصلیایی کی بودنشه هر دو زبان قطع ایجاد کرده نمیدونه ترکی زبانی قطعی هم فارسی زبانی هم ایجاد کرده همه خیلی ریشه نزدیک لیکن دانسته مانند که این وطن ما کی باشیم قطعی نظر من گفتم از خاکی همونجا پیدا شدیم از آبی همینجا خداوند پیدا کرده است از هوای همون از گرمی همون پیدا کرده است که ما حق نداریم ملت پرستی کنیم کدام ملت باشد مسلمان شد یک ملت است او در گورستان تو ازبک تو تاجیک بودن نمیتونه ملت از چی میگو ملت هم تاجیک بگو چی گرزه میخوری هیچ وقت یک ملت هم بودن این خیلی کردن نکنیم ملت پرستی کردن نکنیم هیتلر چی شد ملت من از همه تازه تر ملت بودم چی شد آخرت چی شد در کره زمین همه انسانیت لعنت میدید ساخت ابولهب لعنت گفتن میدید عقیب مانده های اوی هم الان تاجیک های ما چند تاشا کشته ایستادن حاضرن هموطن های ما چند تاشا مردش آورده کردن عقیب مانده های همون هیتلر هست همون ناتسیست ها ناتسیست میگن واره
آریانه عریف میگن. ما نباید همین خیلی باشیم. همینه. خب زیادی گفتم درباره خودشناسی گپ بسیار با تکرار گپ میزنم که فهمیشاتای شما و لایق گپ زدم خیالم در اون نرفتم. خب چی سوال بود سر کم اگر درک کردن برای چی نمیدونم این چی جنبست دین اسلام مقصد چیست؟ اینه بریم. جنبست فهمیشاتی جنبست فهمیشاتی دین اسلام راه، یعنی اسلام خودش دین خودش راه هست. راه به کجا؟ راه به منزل خود. منزل انسانیت کجا؟ اصلی منزل انسانیت کجا؟ جنت بوده. جنت راه به جنت خدا، یعنی خانه خدا. این راه که گمراه میشه او خانه خودش به نمیبره. یعنی کجا میره؟ همراه شیطان میشه. کی بانک داده، کی عرق خور، کی بینماز. خداوند خاطر صحبت نکرده که او منزلش به چخی. خداوند منزل خود، او منزل خداوند است. منزل خداوند به چخی؟ منزل ما است. منزل خداوند شدن پس او منزل ما است جنت. و درباره جنت اگر منطقاً علما اگر فهمیشات پیدا کنی اوه در این دنیا زندگانی کردن نمی باید تمام. لیکن در این دنیا زندگانی کرده منزل خدا یافتن در کن. منزل خدا حرکت کردن در کن، یافتن در کن. حلال پاکی همش انا همون راه میگه. اکنون این جنبستی فهمی شد. امر و معروف ها میگذارد. مقصد چی؟ مقصد این انسان مهر و محبت قطعی زندگانی کرده. عمرش اگر مهر قطعی، البته این تنش باشد، پاش همون راه بگشتن، پاش این نماز است. صحبت با خداوند است. صحبت با صاحب خدا. تنه بودن منزل خود با مهر محبت قطعی. فقط مهر پدر بیم، مادر بیم، همه چیز با مهر تمام. اگر مهر تو دلسیا باشی، همه دلسیایی ده، همه حرامگری همه دلسیایی ده میکنی. خداوند چی را نکن گفته که چی را همون دلسیا ها میکنه. مهر نبوده که آدم ها میکنه. خداوند بکن گفته که چیز باشه، همش در قلبش مهر بیدار کرده، فقط مهر بیدار کرده تونسته که آدم میشه. همون آدم زود جنبست دینی ما، جنبستی بگردن رفتن به منزل ما چی خطی بوده؟ مهر محبت خطی بوده. کیبه باشد، زنمان ما بوده، فرزندمان ما بوده، جورمان ما بوده، کوچنگی آدم ها باید، حتی الکگولیک باشد هم مهرت نکرد. برای که اویم بنده است. اویم منزل خودش هم بیاورد، او مدار خودش دیگر اگر گناه بسیار کرده باشد. لیکن حتما حرام کلام کرده شده. خداوند از همه بی‌زیب‌ترین، در انسانیت هم بی‌زیب‌ترین چیز این زنا است. و به نفرت خطی نگاه کن. و مهر خطی نگاه او دولت خدا زدگی برای یک زنا مردنش در کن. در این حیات زندگانی کردن در کن میبرد. او چقدر او به مهر خطی؟ او خودت هم مهر اعضات هم مهر خطی نگاه نمیکنه. جنبستی فهمیشات دینی ما مهر است. همه چیزها را بیاری همه مهر به تو میده. اگر خیلی ولی شریعت میخوانید، امر معروف ها را گوش کنید، همش یک جنبستش هم کلچه های باید همه دیگه. اصلا دین خدا ما، مبین خدا ما دیم
مهربان میگیره. انسانیت با انسانیت مهربان. یه گلگوزاران میشه. میدونی؟ اینجا بهم جنت آفریدن ممکنه. همیشه هم جنت آنها زنده باشیم. کم بخل عمر نمیشه اگر انسانیت تا مهربان باشه. جنگ جدال نمیشه. این جنگ پر شدگی او گذشتگی او فهمیش نداشتگی دعوا آدم‌ها شدگی. از پشت نفس شده یا چیز شده. که حقیقت ما به میمانیم بودن. ای حقیقی باید او جنگ کردگی ها دیگر هستن. فهمیدی بچم؟ فهمانده تو نیستم. اینا با فکر در اون خاطر فکر میکنی که هر یک گپ هر یک علم چی میگه که فهمیشاتش آخراش کلیتش چی؟ همون مهربان میشه. همه جنباتش مهربان انسانیت بزن. خوش صحبت با خداوند عبادت کردن نماز خوندن. اگر همون پشت نباشد تو منزل برفته میتونی تو نباشد. همون تنه خوشبو قطعی در خوشبوگری درباره خوشبوگری گپ زدیم ها دست میدیم. خب سوال بود سوال بوده با صحبتمون بود عجیب‌تر میشه. استاد چه؟ سوال منطقی دادن یاد بگیرید. سوال بی‌فراسوتانه دادن یاد نگیرید. اینم مقام شما رو تاثیر میکنه. دل قلب منطقی چه نفهمم. دل قلب چیست؟ دل قلب میگن. این البته دل این نسوسی که برای ماتریالیست ها این جواب. برای ماتریالیست ها این جواب که دل که گردش خون و خون ماوی باشوی و قطعی خون کچت میکردگی عبارات میدادگی یک نسوس است. این خیلی و ماتریالیست ها جوابش این دل همون است. اکنون البته بهروزجان درباره روحی دل چی قلب چی از نشد میکنه گفته پرسیده است همه میکنه. بهروزجان همه خیلی همه خیلی باشد دل نظرگاه خداوند است. به دل میگه به دل گفته که اولیا گذاشته همون میگوید که دل نظرگاه خداوند هست. فهمیدین گپا؟ یک اکو خداوند همون نظر میکند همون هر یک قلب ما نظرگاه قلب ما انا اینا بین این شرعی گپ هم مهر برافتی فهمیده تو نه؟ دیدی هر یک گپ هر یک حقیقت گپ مهر برافتی برای که بسم الله الرحمن الرحیم اینا با شرخش خودی زمانوی شرخش هم هست به حد رحم دلای خداوند است. انا با جنبست دین با او خودت سوال دادگی چیزم خداوند بمیره. انا همون اینا بین که نظرگاهی خداوند قلب ایماندار است. قلب آدمزاد است. خداوند نظرش نگاهش همون قلب انسان بکردگی بعد او را شکستن نزد. شکستن نمیشه. تو چند گناه میگیری. یک دل یک کس آزار بودی او دلش شکست ماندیو او نظر خداوند شکست ماندیو نمیشه نه هیچ وقت دل آزار نباشه برای که او دل نظر خداوند است. نمیده نه؟ بیرو جان جواب داده تو نیستم؟ بله. با چی سوال؟ زمین درد روحی چیست؟ درد روحی میشد درد جسمی درد روحی
من یک حساب ملا نیستم یکی خونده وقتش من عمرم بیهوده گذراندگی آدم هستم من هر یک سوال به حرکت میکنم بنده هستم ممکن دل یک کس با ممکن آزاد داده ماندنم ممکن برای که من وظیفه من او دفعه هم گفتم وظیفه من شما راه توری و هوا و پاک کردن همون گپ‌های یک بار زده نیستم برای که این گپ‌های من الهی دیگر جوراتان بهم رسد الهی وطن هم برسد جوانای وطن ما برسد جوانای به وطن خدا ما برسد جوانای دیگر دولت ها بهم رسد من از خداوند میطلبم همون چیزه برای دیگه آدم هم هست از منم خصوصا گپ میزدگی هم هست من حاضر برای شما گپ زده استودم برای شما شاگردای من هست لیکن گپ‌های من اگر توغری باشد توغری گپ‌های من دیگر رو هم گیرد برای که گمراه نشوند همون الهی پروردگار شبا من دعا میکنم در نماز همون دعای من همون است برای که اصلا دانستگی چیزا بسیار گپ زدن در خودش نرمی اگر سبسته گفتگی گپ‌ها درباره بعد از این گپ میزنم حاضر عادل جان سوال داد که دل شکسته گفتیم درد روحی درد روحی میگه گفته سوال داد درد روحی بچه حالا گفتیم که درد روحی میدراید درد روحی این جسمی ماتریالیستی اگر گپ زنیم این مثال شیزوفرنیه میگن نیوروز میگن درد روحی میگن و با دارو داده از باید 3 برابر بدتر میکنن لیکن او بیچاره درد روحی خودش گرفتگی خودش در آوردگی خودش با در آوردگی وقتش تا ورزش خطی مشغول نشدگی وقتش تا